در 28 سال همینا چیکار کردن؟ شما این سوال یک بار مردم شما در فکرتون میاد که همینا در 28 سال چیکار کردن؟ فقط در گوش ما و شما چی خوندن؟ تاجیکستان اولی جوانه، اولی آیندهش درخشانه. این امروز ما و شما دیدیم که آینده درخشان هم فایده نمیکنه، تاجیکستان جوان هم فایده نمیکنه در مقابل بیماری. در 28 سال ما میگم برای شما چیکار کردن؟ شما میدونین نیره. دزدی کردن، غارت کردن، جمع کردن، شما را تلچیندن. میدونین نیره؟ در داخل هم در خارج هم. خانه های بحشمت، وایمه، کتکوت، کیف صفا کردن. دچه ها ماشین های قیمت خریدن. گله های اسب ها را دارن. فرمه های گاوه ها دارن. رمه های گوسپندا دارن. زمین های بزرگ در داخل تاجیکستان دارن. خانه های قیمت در خارجه دارن. در بانک های خارجه پول دارن. 28 سال همین کارا کردن. یعنی دزدیدن، جمع کردن، بخشونه. برای ما و شما هیچ کار نکردن. یا یکی شاید بعضیت بگین یک کرد اونا bayrak daroz کرد کو، اونا کتابخانه بزرگترین ساز کرد، اونا مسجد کلانتری ساز داره، اینا یک گله هیکل در هر یک شهر یک ماه یک هیکل در هر یک شهر نصب کرده، چسبونده. اینا قصرهای فرهنگ ابی، قصر ملت ابی، اینا گلی لولا ابی. شاید همیورا بعضی بگین در 28 سال همیورا ساز کرد، اینا پیشرویه. اما وقتی که مردم ما و شما اگر همین بالا خدای نکرده رسما یا قبول کردن زیاد شوه، باید مردم مخصوص همو بیمارا را بجای یعنی بیمارخانه مخصوص یا باید که تامین کنن، یعنی جای کنن. چیکار میکنن در وجود؟ نمیشه که در قصر ملت برای جوش کنن، میکنش یا که در دچای ورزا باشه، یا که در بالای گلی لولا اینا برف زد، گلی لولا شایبین رفت، میلیون ها دلار سامانیش سوخت. خب باید زندگی پیش نمیره، تاجیکستان باید پیش نمیره، دولت باید خیلی مسخره بازی به یگون جا نمیرسه. برای همین دوستای عزیز، هموطنان گرامی، وقت ساعتی اومده که ما و شما از حکومت طلب کنیم، چون که وقت ساعتی طلب کردن ما و شما رسید. دیگه ما مجبوریم، یگان راه نداریم، هیچ علاج نداریم که ما ایو طلب نکنیم، هیچ علاج نداریم، ما نابود میشیم. شما ببینید ولی رژیم با یک بهانه زوری دیگه میآورد. تا یک وقت تروریست اکستریمیسم میگفت، دیگه از دیگه پایبین رفت. در جامعه جهان حتی ایرا دیگه ذکر نمیکنن، ویروسی را جخید ای بری بالا از ویروس های. با ما و شما را یا فریب میکنن، با 20 سال 30 سال دیگه با میگن که ما یک وقت ویروس داشتیم، ما قشاقی اومد، مودا کریزیس اومد، بسیار ما و شما را اذیت داد یا که ما و شما را خورد. این خیلی بهانه مودش میارن که این بهانه شما باید قبول نشوه. زیرا ما در 28 سال چی از کمک پولی خارجه، یعنی که خودجوی خارجش هم میطلبن، گدایی میکنه جمع کرد، چی از داخل باید این فکری ما و شما را، فکری مردم وطن میکرد. اما پرچه زمین فروخت، کنهای تیلا و نقره و ذخیره را به خودجوی خارجیش داد. چیش مون دیگه؟ رقص بازیش مونده، همین جشن‌ها را گرفتنش تمام. برای همین کرانتین نگرفتنش همینه که ولی برنامه داره، ولی جشن‌هاش تمام میکنه همشه، بعد با فکر میکنه که آیا اعلانش کنم یا که نه. اگر یک غم ملت بخره، مرگ ملت نخواه، باید که پیش همی میگن که علاج واقع پیش از وقوع، پیش از اینکه درد میاد، تو باید که تیاری بینی. هیچ تیاری دید؟ اصلا چیکار کرده است؟ خب در آخر من چی میگم؟ پیش از همه ما و شما باید توبه کنیم، توبه به طرف خداوند از گناههای کبیره و صغیره، مخصوص از گناه پشتیبانی ظالم. این هم یک گناه عظیمه، یا که خاموشی، این هم گناه عظیمه که پیش خداوند میریم و جواب میگیریم. این را فراموش نکنید. با صدقه و خیرات و خاموشی و صبر ما ایگردن و سوقیده میشود در پیش خداوند سوال جواب، یا که گناهمون خاموشی، بی‌طرفی، یا که دفاع از ظالم هم، این هم گناه عظیمه. توبه کنین. دوم احتیاط و سلامتی را اول ما و شما باید خودمون نگاه کنیم. سوم وزارت تندرستی اگر که راست بگه، ما ایروی عقل باید اورا نگاه کنیم، گوش کنیم. ایروی عقل، هوایی کرکرونه باید گوش نکنیم اورا، چون که ما داریم بعضی
ماشینیکا و درویابوزایی که میبرند میگن سیپاند فایده داره به بیماری ویروس، چیسنوک فایده داره، دیگه هجوم میکنه مردم. یا فایده نداره، نه سیپاندش، نه چیسنوکش، نه پیوز، نه کارتشکا. برای همین از روی عقل ما گوش کنیم و نگاه کنیم که جامعه جهان ده چی گپه و تاجیکستان هم وزارت تندرستی چی میگه. یعنی امروز هم بگیم خدمت بزرگه، اگر که واقعا وزارت تندرستی کادرهای تیار داشته باشه یا کرده باشه، باید کرده باشه، باید که خدمت به مردم کنن، یعنی مردم سلامتیشون نگاه بدارن، تامین کنن، نه اینکه بعد پول جمع کنن ولی کارش شاید بکنن. از هر یک کارخانه مانند یمو سهمیه‌واری از معاشهای همه مردم جمع کنن که برای برطرف کردن کرونا ویروس. این کار باید نکنن. این باید ایمو دزدیدگیشون از همون میلیون ها و میلیارد ها و همون ذخیرهایی که دارن، همین رژیم حکومت با وزیرا و با اولادش، همه را بفروشن، همه را سوم کنن، همه را مبلغ، همه را ذخیره کنن، بیارن در اینجا مردم نجات بدن. بالنس‌های کلان باید تیار کنن تو درد اومدن در دیگر دولت‌ها، از اون جمله همسایه کشور ما ازبکستان. حکایت بالنس‌های عاجل در سروشن یک بالنسه تیار کرد برای همین بیمارا، برای همین روزی بعدش ما و شما ایدفای رقص بازی جشن بیمانگی گشتیم. تکرارا میگم در آخر سخنم که ما سلامتی هم فرضه، فراموش نکنین، سلامتی هم فرضه. اگر بیماری واقعا ویروس در خمون احساس کنیم باید مراجعت کنیم که با یک نفر دیگه بیماری را گذراندن، این هم جنایت است. این هم حکمش مانند همون نفری که قتل میکنه یک نفر، همین مانند همین قطعی گناهش برابره. فراموش نکنین را از رژیم هم طلب کردن فراموش نکنین. خداوند مهربان ما و شما را سلامتیمون اول بردوام نگاه بداره و اگر که رفتوی بیماری در تاجیکستان ما و شما اومد، از خداوند طلب کنیم، آرزو کنیم، زاره و تولا کنیم که هر چیز زودتر برطرفش کنه با قدرت عظمت بزرگش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چه سهل و ساده وطن را فروختیم، دیدی چه سهل و ساده وطن را فروختیم، این خانه قدیم و کهن را فروختیم. بستیم تا ابد دهن اعتراض را، بستیم تا ابد دهن اعتراض را، از لب حدیث و حرف و سخن را فروختیم. سخت است باورش چه بگویم برایتان، از گور هر شهید کفن را فروختیم. هر جا درون خانه ارحج نبی شده، این گونه روح سیه شده تن را فروختیم. نفرین به این معامله و فکر خام ما، حتی که عضو بدن را فروختیم. حالا چه پشت سرحد و مرزش گرفتیم، حالا چه پشت سرحد و مرزش گرفتیم، ما خود که کوه و دشت و دمن را فروختیم.